سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که خوب باشید. من مارال فروزش هستم، تصویرساز، طراح گرافیک و کارگردان هنری از کشور زیبای ایران. خیلی خوشحالم که الان در کنار شما دوستان شگفت انگیزم هستم و میتونم دقایقی رو در رابطه با انیمیشن متفاوت و شگفت انگیز فیلکول با شما صحبت کنم. انیمیشن فیلکول. اول در مورد اسم فیلکول میخوام یه توضیحاتی رو خدمتتون بدم. واقعیتش داستان به کمی عقب‌تر برمیگرده. زمانی که من بچه بودم یک برادر متفاوت وارد زندگی ما شد. مزدک عزیز با 47 کروموزوم متولد شد و پسری بود با سندروم دان. مزدک نگاه متفاوتی نسبت به همه چیز داشت و من این نوع نگاه رو واقعا دوست داشتم. تو بچگی مزدک همیشه منو فیلکول صدا میکرد. هیچ وقت هم متوجه نشدم که منظورش از این صحبت، از این کلمه چیه. اما این واژه فقط برای من یک واژه ساده نبود. در ذهن من حک شد و تصمیم گرفتم که تصویرسازی کتابو به عهده بگیرم. بعد از تصویرسازی کتاب دوست داشتم که فیلکول حرکت داشته باشه. اونو وارد دنیای انیمیشنش کردیم. به اتفاق همسرم جناب ناصر رضاییان عزیز تصمیم گرفتیم که انیمیشن رو بسازیم و در تمام دنیا پخشش کنیم، چون دوست داریم صدای این بچه‌های شگفت انگیز به تمام دنیا برسه. نکته جالبی که درباره انیمیشن ما وجود داره این که تمامی صدا پیشه های ما بچه‌های سندروم دان هستن. انیمیشن خامو براشون گذاشتم، پلی کردم و اونها با دیدنش شروع کردن به صدا گذاری روی تصاویری که حرکت میکنه و من با موبایل ضبطش کردم. این نکته برام خیلی مهم بود که دوست داشتم با ساده ترین ابزار کار کنم، چون به نوع نگاه این بچه ها برمیگرده. سادگی بچه ها در دیدن، در خلق کردن، در ارتباطشون با آدم ها، همه این موارد روی من تاثیر فوق العاده زیادی گذاشته. من همیشه برای دوستانم اینطور میگم که من مربی این بچه ها هستم، مربی خلاقیتشون، اما واقعیتش این هستش که شاید من چیزی رو به اونا یاد ندم. خیلی چیزها رو من دارم از این بچه ها یاد میگیرم و به نوعی زندگی کردن با این بچه ها و زیستی که من دارم واقعا فقط یک تجربه نیست، یک سبک زندگیه برای من و من واقعا این سبک زندگی رو خیلی دوستش دارم. به خاطر همین همیشه توی مصاحبه هام و صحبت هام میگم من بسیار انسان خوششانس و خوشبختی هستم و بودم که خداوند منو انتخابم کرد که یک برادر شگفت انگیز و فوق العاده رو در زندگی ما بذاره. مزدک عزیزم پسری با سندروم دان که باعث شد که نگاه من نسبت به محیط اطراف، دنیا، انسان‌ها و نسبت به همه چیز تغییر پیدا کنه و من عاشق این تغییر بودم که برام اتفاق افتاد. این انیمیشن در تیم هنری پرنده‌های زرد ساخته شده و عنوان پرنده‌های زرد هم باز هم برمیگره به داستان دوران کودکی من. وقتی بچه بودم مادرم منو با این عنوان صدا میکرد: ماری، پرنده کوچیک من. و این جمله همیشه باعث میشد که من توی رویاهام به پرواز در بیام و همیشه خودم اون بالاها میدیدم که تو آسمون دارم با پرنده ها پرواز میکنم. وقتی نوبت این رسید که یک تیم هنری رو تشکیل بدیم و اسمی رو براش انتخاب کنیم، عنوان ما شد پرنده های زرد. و رنگ زرد هم همیشه مثل یک سایه دنبال من هستش و هر جایی که میرم رنگ زرد رو میبینم و اون منو پیدا کرده و از این موضوع خیلی خوشحالم که خودش وارد زندگی من شد. خیلی ازتون متشکرم. باز هم از تک تکتون ممنونم که ما رو شنیدید. خیلی دوستتون دارم و براتون بهترین ها رو آرزومندم.